3 ماه میشه که آمدیم. 3 ماه 3 و نیم ماه. 3 ماه باز زندگی انشالله خوب پیش رفت. حالا ناشکری نمیکنیم از پروردگار. خمودام هم یک دست دانه ما میشه. اگر به حساب پسنداز بگی داره پسنداز نیست، فقط سر چا و گل چا. این همیال باور به خدا که من پیشمان هستم. من میگم همین شب که کمی روا خوب شه فرار کنم برم. چی کنید این ملک بیادر؟ کار نیست، بار نیست، روزگار خراب است، کراچی‌ها نمیمونه. اگر بانم بازم یک لقمه پیدا میشه. دیگه بیا بازم شکرگزار هستیم، از خدای خود راضی هستیم. چه وقت ایران بودین؟ ما 6 سال. 6 سال. بله بله. اونجا چی کار میکردین؟ او یک شرکت کار میکردم. یک شرکت های همی کلبندای ترموز و خوری هست که ما تولید میکردیم. ولی خدا را شکر روزگار خیلی خوب بود. اما اونجا تنها بودین یا همراه خانواده؟ اونجا فامیل همراهیم بود. بله. پس دیگه همراه خانواده آمدین؟ بله ها خدا که نمونده که بیادر دخترها در مدرسه نگرفت، بیادر روزگار ما را روزگار گلای کرد. دیگه ما مجبور شدیم از این گفتیم به عزت بی آبرو شیم، با عزت با آبرو بخیزیم بریم بهتر است. خیر باشی بیادر. بیشتریم حالا ما میکنیم که دمیج کارتان خوب شوه و باشید این وطن. واقعا همی کار کل مسلمان خوب کنه، از ما هم کتیش. از همه گیره. بله بله. زنده و سلامت بیشتریم حالا میمان ما باشین، با خدا والا خوش میشیم. خوشحال باشید. والا ما عاشق دیدارتان زیاد هستیم. قربانت بیادر. با خدا بیاین والا میمان ما باشین. نور چشم ما. سلامت باشین. تشکر. بری پناهتان به خدا.